من بسیار اندیشه کرده روزهای دراز چگونه وای کنم. من یک سیاستمدار بسیار جوان بودم. اگر خلقی کوه خرد و بزرگ تاجستان من را دستگیری نمیکرد به این روز نمیرسید. برای همین من هستی خود را بخشیده بودم. حالا هم بخشیدم. برای همین ملت، برای همین مردم تا وقتی هستی خود را بخشیدم. خاک عزیز ما به همه چی ارزنده است. من وطنم را، ملتم را، خاک عزیزم را از جان